حضرت حذیفه ابن یمان رضی الله عنه میگویند مردم از پیامبر صلی الله علیه و سلم کارهای نیک و دارای ثواب را سؤال میکردند، اما من باشم از کارهای بد میپرسیدم تا آن را شناسم و پرهیز نمایم. بنابراین دوستان عزیز، شناخت کارهای زشت، دانستن اخلاق رذیله نیز برای هر مسلمان حتمی است. مسلمان اگر این نوع دانش یعنی شناخت کارهای بد را نداشته باشد، احتمالاً از روی نشناختن به آن دست میزند. از این سبب اینجا 3 عمل را که از بدترین رفتارهای ذمیمه محسوبند و درباره هر یک تهدیدهای سخت آمده است، با روایت احادیثش پیشکش شما دوستان می نماییم. عمل یکم، به اجازت سخن دیگران را گوش انداختن. عن ابن عباس رضی الله عنه مرفوعا: من استمع الى حديث قوم وهم له كارهون صب في اذنه الآنك يوم القيامة. اخرجه البخاری. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت کردند که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند شخصی که به سخن دیگران به اجازت آنها گوش می اندازد و آنها از این عمل او ناراحت هستند، روز آخرت در گوشهایش سرب آب کرده شده ریخته می شود. روایت امام بخاری. عمل دوم، لعنت گفتن. عن ابی الدرداء رضی الله عنه ان النبي صلی الله علیه و سلم قال: ان اللعانین لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. اخرجه مسلم. از ابو درداء روایت است که فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم گفتند هر آینه شخصانی که مردم را لعنت می‌خوانند روز آخرت شاهد و شفاعتگر بودن نمی‌توانند. روایت امام مسلم. عمل سوم، به خاطر خنداندن دیگران سخن دروغ بافتن. عن معاویه بن حیدر قال: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: ویل للذی یحدث فیکذب لیضحک به القوم، ویل له ویل له. اخرجه الترمذی و ابو داود و النسائی. از معاویه ابن حیدر رضی الله عنه روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هلاک باد نفری که به خاطر خنداندن دیگران سخن دروغی را می بافد. هلاک بر او، هلاک بر او. روایت امام ترمذی، ابو داود و نسائی.